دستشویی نشسته بودم و داشتم دستشویی میکردم که ایلومیناتی بهم زنگ زد و گفت آقای فرانکلین براتون یه مأموریت داریم، میتونی اینو انجام بدی؟ خب بله بفرمایید بگم مأموریت چیه، این سری باید چیکار کنم؟ کل اطلاعات ایلومیناتی تو اداره شهره و باید برین اداره شهر رو نابود کنید و سلام و ازای پاداش به شما $1,000,000 پول میدیم. نه خوشم اومد، پول خوب میده. خب باشه اداره شهر دیگه. باش من هر وقت بس چیز شد میرم مأموریت انجام میدم. باید همین امروز انجام بدم. باش خب همین امروز انجام میدم. سلام بچه، چطوری؟ خوش اومدیم به ویدیو. بچه قرار بریم تو این ویدیو مأموریت ایلومیناتی رو انجام بدیم. بس بریم مطلی بریم چه اداره شهر. الان من با چیز بخوام موتور بدم اداره شهر. من اینجام کجامه؟ من اینجام اداره شهر اینجاست. خیلی راهه. من باید برم از ایلومیناتی هلیکوپتر بگیرم، با هلیکوپتر برم بررسی کنم، شب برم حمله کنم. ولی حالا اونجوری که فکر کنم و نمیدونم، باید برم اول ببینم کلا فضاش چه شکلیه چه جوریه، بعد شب برم همه جا رو کلا بتره کنم دیگه. پس تا آخرین ویدیو با هم باشید. الو سلام آقای ایلومیناتی، خوب هستید؟ بفرمایید. آقای ایلومیناتی راستشو بخواید خیلی فاصله داره تا اون ادارهش. میشه من یه هلیکوپتر بدین که برم لاغر اونجا پاک کنم، یه نگاه کنم، بعد برگردم اون نزدیکی رو بمونم تا شبش حمله کنم. ای چقدر تو اذیت میکنی. باشه یه جا بهت میفرستم برو اونجا هلیکوپتر رو بگیر. خب مأموریت قطع کرد دوباره. خب باشه لوکیشن رو فرستاد برم ببینم میتونم هلیکوپتر پیدا کنم یا نه. خب بچه الان من این هلیکوپتر رو الان برداشتم، دارم حرکت میکنم به سمت اداره شهر که اون بالاست. حالا بریم نگاه کنم ببینم چند تا بادیگارد داره چیا داره، بعد بریم حمله کنیم. بس تا آخر ویدیو رو نگاه کنیم که ببینیم آیا موفق میشیم یا شکست میخوریم. باید بریم پارت 2 مایکل بیاد و ادامه مأموریت رو بره. بچه اینجاست رسیدم، نمی‌قطع کنم. اینجا خیلی بزرگه. خب من باید همین جا فرود بیام. چقدر فرود زیبایی. از دور اول باید یه نگاه بندازم. همشون نگهبانن. مثلا اینجا بچه خودم خیلی به پلیس چیزا را داره، یعنی من حمله کنم وقت خیلی کمی دارم، باید سریع فرار کنم که پلیسا نرسن. اگرم که برسن و منو بگیرم باید ادامه مأموریت رو آقای مایکل جان ادامه بدیم. خب بچه بس بریم ببینیم چی میشه. بچه الان اومدم این زاویه رو بهتون نشون بدم. از این زاویه هم که به این ور بچه یه نگهبان اینجاست، این گوشیست بچه. اینجا میشم راحت از اینجا از اینجا بچه میتونم راحت هدشو بزنم. اینجا چند نفر آدمن که حالا اونا با صدای تیر فرار میکنن، ولی پلیسا همشون مسلحن، اونا چیزن از ما نمیترسن. حالا خب بچه من برم الان دوباره سوار هلیکوپترشم برگردم که شب بیایم اینجا مأموریت ها انجام بدیم. بچه من الان نزدیک اینجا باید خب الان باید بریم اونجا فرود بیام. بچه اول من میگم بادیگاردا رو بکشیم، وقتی دارم دیگه پلیس یواش یواش میخوام برسن بریم دوربینا چراغا اینا رو همه رو باید نابود کنیم. بس let's go. خب بچه من فرود اومدم، پیاده شدم، چیز کنیم اینجا ببینم. بچه نگهبان یکیشو از اینجا دیدم، ایناست، اینا زدیم. هنوز پلیس نیفتاده دنبالم، ولی نگهبان دیگه ای هم صداش نیفته در نیومده هنوز، بس نفهمیدن.
الان جای سختی اینه که بچه یه نگهبان اون بود، اگه تو راه بازم دیدم میکشمشون. الان بریم پایین که بزنیم دیگه، اصل ماجرا هنوز شروع نشده. چقدر خوب دارم فرود میارم هر سری. خب یه کان خوب. یا بچه من برم با اسنایپ بزنم بعد بیام دیگه. بچه حالا لامپینا رو یکم زدم، الان هم کلا باید این چیزها رو کلا نابود کنم. همون دیواراشو که بچه اطلاعات سازمان ایلومیناتی از اینجا کلا پاک بشه. بریم پایین بچه. حالا به عنوان تنوع رنگ لباس عوض کردم، همیشه من سفید میپوشم تو ویدیو. سفید انصافا بچه تو ویدیو قشنگ میشه، حالا شما هم نظرتون رو بگین، ولی امروز گفتم به عنوان تنوع عوض کنم. اسنایپ هم چیزش دارم، گولاش دارم بچه. ولی حالا دنیای واقعی عجیبه. الان اصولا باید پلیس میومد ولی پلیس ها هنوز متوجه نشدن، چون نگهبانان هم اول کار کشتن. صبح نگهبان زیاده ولی شبا میدونن هیچ خری نمیاد اینجا. ولی حالا ما اومدیم. چند تا نارنجک، یه دونه البته نارنجک دارم. هم از آن چند تا هم آرپیچی بزنیم دیگه فرار کنیم، چون چند دقیقه دیگه پلیس ها میفهمن. چند تا هم بچه اون ور بزنم، اینجا قسمت بیرونیه. اینجا بچه حالا ما این وسط یه چند تا هم به اینجا ها بزنیم. واقعا چند تا اینه گوله مونده فقط. واقعا تعجب کردم الان، عجیب پلیس نمیاد. یه دونه آرپیجی مونده، اونم میخوام باش بزنم. با دارم با انگشت نشون میدم چیز وسطه، پیز بلکه وسطش. من نمیرم فقط از وسطش هست. خب بچه چند تا اینجا بزنیم دیگه. ایوه بذارت بچه اینا خاموش میشن. نه بچه اینا خاموش میشن ولی اینا بزنیم. بچه مرسی که تا اینجای ویدیو همراه مونیم. بچه یه دونه هم میخواستم ازتون سوال بپرسم، موی بلند بمیاد یا موی کوتاه؟ من موام بلند بود الان دیروز زدم، حتما بگین کدوم قشنگ داره. اگه الان بد شدم برم دوباره چیز کنم، بلند کنم دیگه نزنم تا یه مدت. ولی اگه همون این خوبه دیگه، هر وقت یکم بلند شد بزنم. مرسی که تا اینجای ویدیو با همون بودیم. بچه من یه چنل دیگه میخوام بزنم، arsham.m چالش. اونجا ویدیو چالش میذاریم، فکتا اونجور چیزا رو با هم تست میکنیم، لایف هک ها رو. بعد یه ویدیو خیلی خفنم سورپرایز دارم بهتون تو اون چنل قرار بذارم، روم تور هم براتون میذارم. بس مرسی که تا اینجای ویدیو با هم بودین، منتظر چنل دوم باشین. بدرود.